السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال با میون میآید زمانی که من گمراه بودم، در راه شیطان بودم، بپروا بودم، هر گونه فکرهای بد عایدی الله و رسولش در فکرم نمی آمد. ولی از زمانی که الله سبحانه و تعالی مرا هدایت کرد، در راه حق گذاشت، در سر من هر گونه فکرهای بد عایدی الله و رسولش می آید. سببش در چیست؟ حاضر ما میفهمیم. در حدیث اومده است که روز از روزها یکی از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام آمد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام، در سر من هر گونه فکرهای بد عایدی الله و رسولش می آید. هر گونه فکرهای می آید که می خواهم خاکستر شوم، ولی این سخنها را بر زبان نآورم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام گفتند: آیا این فکرها را باطل می شماری؟ این جوان جواب داد: بله یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام، باطل می شمارم این فکرها را. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام گفتند: ای جوان خوب، این کمال ایمان است، این ایمان حقیقی است. پس بیایید حدیث را از نگاه عالمان میبینیم. عالمان میگویند دزدی که به خانه‌ای که خالی است به آن خانه نمی درآید، به خانه می درآید که در آن خانه یگان چیز قیمت بهای است، به آن خانه دزدی می درآید. و آن همین دزد شیطان است که در دل مردم مسلمان می درآید تا اینکه ایمانش را از او دزدد. ولی شیطان به دل آنهایی که از ذکر الله دورند به دل آنها نمی درآید، زیرا که آنها خود دوست شیطانند. و این سنجش الله هست که ما و شما را می سنجد. الله سبحانه و تعالی در سوره عنکبوت آیت 2 می فرماید: آیا مردم می پندارند که ایمان آورده می گویند و به امتحان و سنجش گذاشته می شوند؟ هنگامی که الله سبحانه و تعالی شیطان را لعنت کرد، شیطان گفت: یا الله به من مهلت ده. الله سبحانه و تعالی گفت: تو از مهلت یافتگانی. و در سوره نبأ آیت 16 شیطان به الله سبحانه و تعالی گفت: حالا که مرا ناامید ساخته ای، من هم آنها را از راه راست تو منحرف یعنی کج میکنم. و 3 دوا را بر ضد وسواس شیطان به شما میگویم انشاءالله. یکم دوا: هنگامی که شیطان به وسواس کردن می درآید، گوید: آمنت بالله و رسوله، یعنی ایمان آوردم بر الله و بر رسولش. دوای دوم: هرگاهی که شیطان به شما وسواس کرد، گوید: ای شیطان، تو همان هستی که به الله سبحانه و تعالی قسم خوردی که من بندگانت را گمراه می‌سازم. من میدانم که تو هستی که مرا وسواس کرده ایستاده ای تا اینکه به الله خود کافر گردان. ای شیطان، یقین دان که ایمان آوردم به الله انشاءالله و به ایمان خود صادق هستم انشاءالله. و دوای سیوم: هرگاهی که شیطان به شما وسواس کرد، یکی از دواها این است که بهتر فکرش رو نکنید، زیرا که شیطان هر ثانیه باز به شما فکرهای بد و فکرهای بد را می آورد. شما یقین دانید که این سنجش الله است. الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیت 46 می فرماید: صبر پیشه کنید که خدا همراه صابران است. هرگاهی که الله سبحانه و تعالی بنده مؤمنش را، بنده دوست داشته اش را سنجش می کند، بنده باید یقین داند که از پی سنجش ها، از پی سختی ها آسانی است، زیرا که الله متعال در سوره انشراح در آیت 5 و 6 می گوید: ان مع العسر یسرا، پس از پی دشواری آسانی است. ان
مع العسر يسرا. البته از پی دشواری آسانی است. الله متعال بدی هر یک دشواری 2 بار آسانی را گفته است. چی کار کنیم هنگامی که این فکرها در دل می آید تا که گناهگار نشویم؟ وقتی که فکرهای بد در دل شما می آید، بهترین آن است که به دل تصدیق نکنید که والله قسم گناهگار می شوید و آن را عمل نکنید که در عمل کردنش هم گناهگار می شوید. شاید انسان از ایمان از دین خارج گردد. تا ویدیوهای دیگر انشاءالله. خدا حافظ.